سلام بچه، چطورید؟ امروز اومدیم که واسهتون کاستوم هد برم کاستومت که نه کاستوم آتیالا هدم میشه بزنیم. امروز بریم که کاستوم بزنیم فری فایر. خب یکی قبول کرد که بازی کنه، بریم داشته باشیم بازی. بچه قبل از اینکه بازی شروع بشه شما بگید تو کامنت ها بنویسید اون برنده میشه یا ما بیا تیمش میشه. خب یارو نمیدونم قبل یه هد خوشگلم زدم و به حریف فشاری کنیم. یه هد خوشگلم زدم. بگید در رفت کرد. دمنج بده. بیا ایران بیا پایین دیگه. نگاه کن بچه، از 200 خونم فقط 13 تا مونده ولی آخر زدمش. من به تو نمیوازم بچه. بیا کد بگیرم حواسشو برد کنم. بعد چلم بگیرم. ریو این تفنگ خوبی ها میکنم که با تلویزیون رو بش کنیم. من اینا مینازم که بفهمم موقع تعریف کجاست. خب اونجا نیست. اوکی. بیا بیرون دیگه. بیا بیرون فتاقت کنم کوچولو. اینجاست. اینجا بهداد مستر تو کامنت ها بچه ها. بهداد مستر تو کامنت ها دیگه زدنشو. دریو میخواد منو بزنه. میخواد دریو. من خودم سلطان کاسم. بچه بهداد سلطان کاسم ها تو کامنت ها، چون واقعا خیلی دارم خوب بازی میکنم. یارو هم حالا بازیکن بدی نیست ولی من خیلی خوبم. بچه من از خود راضی نیستم و این حقیقته. ادعا هم ندارم. خطشو گرفتم. یو از این نیاد از اینجا بذاره کنم. نه بابا اگه بلد بود که از اول بازی میکنم. اگه نه بچه من میترسم. بینامو چقدر شده آیم شده بابا. بیا بابا
کمپر سگ یا یک بس بچه به خاطر این هدیم که شده یه لایک بزنید دیگه واسه من یه لایک بزنید دیگه. واقعا کلپرهای خودم هم ریخت کنه من ببرم دارم 106 بچه بهداد هدزن تو کامنت ها مرسی که ویدیو رو لایک کردید و سابسکرایب کردید. تا ویدیوهای بعد خداحافظ شما.